در سور دمیده شود و تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند بمیرند مگر آنها که خدا بخواهد. سپس دوباره در سور دمیده شود، ناگهان همه برخیزند و منتظر حسابرسی شوند. در آن روز زمین به نور پروردگارش روشن می شود. نامه‌های اعمال را پیش می نهند و پیامبران و گواهان را می آورند و میان مردم به حق قضاوت می شود، حالان که به کسی هیچ ظلمی نخواهد شد و جزای دستاورد هر کس بی کم و کاست داده شود، زیرا خدا نسبت به عملکردشان از هر کس دیگری آگاهتر است. آنگاه کسانی که به حقایق کافر شدند گروه گروه به سوی جهنم برده شوند و هنگامی که به آنجا میرسند درهای جهنم باز شود و نگهبانان آنجا به آنها گویند آیا پیامبران شما به سویتان نیامدند تا آیات نجات بخش پروردگارتان را بر شما بخوانند و شما را از دیدار چنین روزی هشدار دهند؟ گویند آری، اما دیگر فرمان مجازات کافران تحقق یافته است. به آنها گفته شود از درهای جهنم داخل شوید